سلام. بعد از 17 رادیو پیک و بعد از همه پیشنهادات و درخواست‌های شما ما تصمیم گرفتیم که پروژه تغییرات ملموس در رادیو پیک رو استارت بزنیم و تحولات جدی و رو به جلویی رو در این برنامه داشته باشیم. اولین تحولی که خواهیم داشت تغییر زمانبندی انتشار رادیو پیک هست که از این به بعد به جای سه شنبه ها و جمعه ها این برنامه رو یک شنبه ها و چهارشنبه ها تقدیم حضورتون می‌کنیم. البته دلخوش به این مقدار نباشید. آب رو هم مجانی میکنیم، برق رو هم مجانی میکنیم، اتوبوس رو هم مجانی میکنیم. خداوند همه ما را آدم کند. این تحریم‌های جدید ایالات متحده آمریکا بدجوری فشار زیاد به برادران قاچاقچی تیرترقه درکن ریشو وارد کرده، به نحوی که از همه جاشون زده بیرون. 30 سال هی به ما گفتن آمریکا هیچ غلطی نمیتونه بکنه، اما ما جدیدا متوجه شدیم که اونی که هیچ غلطی نمیتونه بکنه سپاه پاسداران افتضاحه. بعد از برجام توی این قانون جدید سوال این استش که کجا تحریم نمیشه؟ همه جا تقریبا تحریم میشه. بله، مثل اینکه هوا خیلی پسه. البته گویا سپاه در جواب این تحریم‌های جدید همچین بی غلط هم نشسته و یه سری جنگ نرم شروع کرده و زده تو کارهای فرهنگی ادبی. مثلا چند تا شعر کودک با موضوع استکبار ستیزی منتشر کرده که من الان یه نمونهشو براتون میخونم، اما قول بدین که نخندین چون کاملا جدیه. کتابش چاپ شده، من میخونم، اما جون مقام شامخ منقلیش شما اصلا نخندین. میگه یه توپ دارم قلقلیه، سرخ و سفید و آبیه، میزنم زمین هوا میره، نمیدونی تا کجا میره. توپ قشنگم کجا میری، به جنگ آمریکا میری، تو هم بگو مثل من مرگ بر آمریکا. نخندین آقا، نخند آقا. چرا میخندین آخه؟ شاعرش کلی زحمت کشیده. خب نمیشه که آمریکا تحریم کنه سپاه جنگ نرم نکنه؟ آخه شعر استکبار ستیز کودکانه بده بیرون بعد شما بخندین؟ نخند آقا، نخند. میگه یه توپ دارم دو نبشه، سرخ و سفید و بنفشه، میزنم زمین هوا میره، تو بیت مجتبی میره، من این توپو نداشتم انتخابات گذاشتم، آقا بهم عیدی داد، تریاک دولت موشکی داد. و خلاصه این که تحریم های جدید آمریکا چنان سپاه رو به زمین زد و سپاه به هوا رفت که نمیدونی تا کجا رفت. یه توپ دارم قلقلیه، یه توپ دارم قلقلیه، سرخ و سفید و آبیه، میزنم زمین هوا میره، نمیدونی تا کجا میره، من این توپو نداشتم مشقم خوب نوشتم، بابام بهم عیدی داد، یه توپ قلقلی داد. بشکنه دست حضرت آقا که نمک نداره، بشکنه. طرف قیافش شبیه میمون از اون ور لب مرز ورش دار بیار، به زور و ضرب مهندسی انتخابات رئیس جمهورش کن، 8 سال تو کاخ ریاست جمهوری نون و آب و دکلشو بده، بعد که خرج از پل گذشت و دستش از سفره انقلاب کوتاه شد اینطوری با بقایی و بقیه درختای اطرافش بیاد جلوت واسط اپوزیسیون بازی در بیاره. از نون حروم قوه قضاییه رو نخوردم. میدونیم کجاهاتون میسوزه و میدونیم یه زودی هم سرنگون میشیم انشاءالله. آقا ایشون در ادامه گفتن که سلامتی 3 کس، زندونی و درخت و کرکس. بله، این صدای بقایی چنار سمت چپ احمدی نژاد بود که چند روزی برای فاصله گرفتن از سفره انقلاب تو هلفدونی بود و حالا صداش در اومده که سرنگون باد و این حرفا. عظما انگشتشو میزنه تو عسل همراه با دکل و یه برج و یه دانشگاه میکنه تو حلقوم اینا، ولی بازم گازش میگیرن. حالا اینا به کنار، طرف 2 روز زندان بوده، 200 تا خاطره زندان با خودش آورده، حالا داره برای همه تعریفم میکنه. از وضعیت زندانیان خاطره تعریف میکنه که وضعیت زندانها و زندانیها چقدر تأسف‌باره و چه ظلمی داره به این زندانیا میشه. احمدی نژاد هم که اینو میشنوه با کف دست هم چین میزنه به پیشونیش که وا اسفا.
همچین ناله میکنن که انگار تو اون 8 سالی که اینا قدرت دستشون بود تو زندونا شیر هویج بستنی میدادن، سفر کیش میبردن آدما رو، ماساژ میدادن و شام فسنجون بود و این حرفا. البته که اینا علامته. اپوزیسیون بازی و اپوزیسیون سازی وقتی مد میشه یعنی دیگه این توبه میری از اون توبه میریا نیست. پس زنده باد بهار، زنده باد تابستون، زنده باد زندون، زنده باد اپوزیسیون درختی. به جهنم سیپل بما را بردن، از این چیزا که بردن کدوماشو پس آوردن. حکومت آخوندی استراتژی هم داره به اسم برو بگیرشون که این استراتژی فقط مختص خودشونه. کلن هر جا هم که گیر میکنن از این استراتژی استفاده میکنن. مثلا جوونا تظاهرات اعتراضی میکنن، میگه برو بگیرشون. ملت مال باخته به مؤسسات مالی اعتراض میکنن، میگه برو بگیرشون. حالا خبردار شدیم که مدتی کارگرای مجتمع نیشکر هفت‌تپه به خاطر حق و حقوق و طلبشون اعتراض و اعتصاب و تحصن کردن و حکومت هم به جای اینکه بره سراغ کارفرما و به مطالبه کارگرا رسیدگی کنه، شبونه ریخته محل سکونت 15 تا از کارگرا و بازم استراتژی برو بگیرشون. این استراتژی لامصب خیلی خفنه. ما برای اینکه با ابعاد مختلف این استراتژی آشنا بشیم تماس گرفتیم با چند تا پژوهشگر و استراتژیست، اما همگی با هم اعلام کردن که این استراتژی خیلی گولاخه، ما اینقدر هم بلد نیستیم و خودمونم اندر کف این قضیه موندیم. چرا اندر کف هستیم؟ چون طبق این استراتژی کارفرمایی که پول و حق و حقوق کارگرا رو خورده راست میچرخه واسه خودش، اما اون کارگری که واسه گرفتن حقوقش اعتراض کرده رو برو بگیرشون. اون قاری بیت رهبری که به بچهای مردم دست درازی میکرده پاسپورت میگیره، سفر زیارتی و عراق و شام و اون بچه‌هایی که بهشون تجاوز شده و شکایت کردن و برو بگیرشون. اون رئیس بانکی که کلی اختلاس کرد رفت کانادا واسه خودش تو کازینوها قمار میکنه، اونایی که اختلاس‌ها و دزدی‌ها رو افشا میکنن و برو بگیرشون. اما یه فیلمی جدیدن اکران شده که اسمش هست کارگر ساده نیازمندیم. بله، کارگر ساده نیازمندیم. ببخشید یه لحظه ببینم کیه داره زنگ میزنه. الو، سلام علیکم. بله رادیو پک، بفرمایید. خب نه آقا، ما کارگر ساده نیازمند نیستیم. نه قربان، نه اشتباه مواجه شد. نه خیر، ما خودمونم اینجا اضافی هستیم، کارگر میخوایم چیکار کنیم. نه داداش، نه من کی گفتم ما کارگر ساده نیاز؟ آها نه، اون اسم یه فیلمه، یه فیلم جدیده. بله آقا، نه چرا فوش میدی داداش؟ الو بابا اینا اعصابشون خرابه. این کی بود؟ شماره تلفن رادیو پیکو از کجا آورده بودن؟ الله اکبر. آقا همینو من میخواستم بگم که همین اتفاق تو سینما افتاده. یعنی اسم فیلمه بوده کارگر ساده نیازمندیم، بعد بیکارا رو جمع شدن رفتن گفتن ما میخوایم استخدام بشیم. الان سوال اینجاست که بیکار از کجا یهو پیدا شد؟ چون به ما گفته بودن که شیخ فرید یه برنامه 100 روزه به وعدش عمل کرده و بیکاری رو ریشه کن کرده، ریشه بیکاری خوش شده، اصلا بیکاری ریشهش کنده شده، بیکاری ریشه نداره دیگه. فلذا الان اصلا ما داخل کشور بیکار نداریم، همه سر کارن، همه سر کارن، هممون سر کاریم. نیستیم آقا، سر کاریم دیگه، هممون سر کاریم هستیم. نه بده من، بده کار بده من، بده من، بده کار بده من، بده من، بده کار بده من، بده من، بده کار بده من. ما بیکاریم. و اما بشنوید از مالکش مثل خیار فروش جبهه اصلاحات، مصطفی تاجزاده، که گفته اگه کروبی ها و میر حسین ها نبودن امروز شعبه دوم کره شمالی در قلب خاورمیانه افتتاح میشد. یعنی منظور ایشون اینه که ما الان اصلا شبیه کره شمالی نیستیم. مدیونید اگه فکر کنید یه ذره ما شبیه کره شمالی باشیم. احتمالاً ما الان شعبه دوم سوئیس تو قلب خاورمیانه ایم، ولی خودمون حالیمون نیست، داغیم، متوجه نمیشیم.
با پخش شدن این پیام کلی تشویش و عکس‌العمل در افکار عمومی مردم کره شمالی ایجاد شده. در همین راستا آقای چه میدونم اسمش چه چیزی تو همین مایه هاست، ایشون وزیر امور تشویش اذهان کره شمالی 2-3 ساعت پیش یه پیام صوتی برامون فرستاده که نسخه ترجمه شدهشو الان براتون پخش میکنیم. سلام به رادیو پیک. بله، یه آقایی در ایران گفته که ممکنه ایران شعبه دوم کره شمالی بشه. ما ضمن رد این ادعا باید بگیم که کشور ما در هیچ جایی شعبه دیگه نداره و ما خودمون در حال درس پس دادن هستیم. ما خودمون خیلی حکومت ایران رو دوست داریم. ما هر شب پای تلویزیون میشینیم و چیزهای جدیدی از حکومت ایران یاد میگیریم و از فرداش روی مردم کشور خودمون پیاده میکنیم. ایشون میگن ما خودمون شعبه دوم ایران در خاور دور هستیم. کلامم رو با یه ضرب المثل کره‌ای تموم میکنم که میگن که ما یه ضرب المثل در کره داریم که میگه با تشکر. خب ما در این بخش از برنامه میخوایم یک تشکر ویژه‌ای بکنیم از برادران نیروی انتظامی که حواسشون به حریم خصوصی خودرو و اینا هست. طرف با نامزدش وسط کویر لوت تو ماشین فالوده بستنی میخوردن، گشت گرفتهشون بردتشون. اون یکی تو ماشین یه LMB ماهواره داشته، زیر آب تو رودخونه داشته میرفته، برادرها پیداش کردن گرفتنش. یکی دیگه هم یه بچه 7-8 ماهه رو گذاشته صندلی عقب و برده وسط جاده خاکی و ماموران تیز چشم و همیشه در صحنه پیداش کردن و جان چی؟ پیداش نکردن؟ مگه میشه؟ چند روز بچه تو ماشین بوده بعد پیداش این همه دوربین تو جاده ها، پلاک ماشین، بعد بچه گشنه تشنه گرما اینا پیداش نکردن؟ جدی؟ پس ضمن پس گرفتن تشکرهای ویژمون یک لعنت جانانه به ماموران آخوندی، لعنت به سیستمتون، لعنت به اولویت هاتون، لعنت به دخالت‌های بیجاتون، لعنت به اون گشتتون. آقا لعنت هم قصه بخون با من تو این قفس بی‌مرز، لعنت به چراغ سرخ، لعنت به چراغ سبز. هم قصه بخون با من تو این قفس بی‌مرز، لعنت به چراغ سرخ، لعنت به چراغ سبز. امام جمعه ارومیه یا بهتره بگیم عمله مقام عظمای ناقص در ارومیه گفته که وقتی قرار شد برای احیای دریاچه ارومیه 1000 میلیارد تومان بودجه بدن، من از استاندار خواستم که 100 میلیاردشو بدن به ما هم بدیم به فقرا که دعا کنن دریاچه پر آب بشه. دعا کنن که دریاچه پر آب بشه. شما روش رو ببین، بعد خودتون به بقیه روش‌های مدیریتی این کشور پی ببر. 100 میلیارد تومان بدیم به آخوندا که مردم فقیر دعا کنن دریاچه پر آب بشه. اصلا علمی‌تر و عملی‌تر از این ممکن نیست. الان کارشناسای سازمان محیط زیست جهانی واله و شیدا و حیران و سرگردون چمدوناشون رو بستن که بیان برن ارومیه در محضر امام جمعه با آخرین متدهای بازیابی و نگهداری زیست محیطی آشنا بشن. در همین راستا و حالا که کاسبی آخوندا به مسائل زیست محیطی هم رسیده، امام جمعه توکیو ژاپن اعلام کرده بیان یه 3-4 میلیاردم به ما بدین که ما دعا کنیم چشم مردم ژاپن یه خورده گشاد بشه. امام جمعه لندن هم گفته بیاین به ما 100 میلیارد بدین برای سلامتی و طول عمر ملکه الیزابت دعا کنیم. امام جمعه سوئیس هم گفته خب ما که هیچ مشکل خاصی نداریم ولی شما محض احتیاط بازم یه 2-3 میلیاردی به ما بدین. خدا خیرتون. Gel gel gümüle gel, gel gel gümüle gel, bölme dom dom kurşunu. Gel gel gümüle gel, gel gümüle gel, gel gel gümüle gel, bölme dom dom kurşunu. خب
خب در پایان یک بار دیگه یادآوری کنیم که از هفته بعد برنامه‌های رادیو پیک روزهای یکشنبه و چهارشنبه تقدیم حضورتون میشه. اما هفته اول مرداد رو پشت سر گذاشتیم، هفته‌ای که تمام روزهای اون با یاد و خاطره شاعر شاعران، خورشید آسمان ادب ایران زنده‌یاد احمد شاملو همراه بود. به همین مناسبت ما رادیو پیکی ها هم به خاطر الف بامداد ادای احترام می‌کنیم و این برنامه رو با یکی از شبانه‌های اون به پایان میبریم.